محبی ایسایوا و این زنان از دهه داغستان ناحیه شمس‌الدین شاهین به نمایش هنرهای مردمی و فستیوال آزمون تلویزیونی جمهوری ادبیات خلق بوستان 2017 این چادر گلدوزی را تیار نمودند. در دوختن این سوزنی گلدوزی مدت 15 روز 20 نفر زنان هنرمند دهه اشتراک کردند. دیگر سوزنی هایی که زنان در اینجا به نمایش گذاشتند محصول مهنت خود آنها هستند. ما 60 نفر زنان تصمیم گرفته ایم که رشد و هنرهای مردمی رو بررسی نماییم و رشد و ترقی نماییم. ما شکرانه تنجی و آرامی و آسایشتگی میکنیم. ای اساسدار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جناب علی امالی رحمان میکنیم که ما به همین روزا رسیده ایم. برای احیا نمودن هنرهای مردمی و ترغیب و تشویق این هنرها بین جوانان در ناحیه از جانب شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی کورس‌های مخصوصی آموزشی هنرهای مردمی تشکیل کرده شده است. این زنان ختم کنندگان همین کورس‌ها میباشند. بعد ختم کورس آنها دکان دوزندگی گلدست را تشکیل نموده از روی فرمایش کار میکنند. در خانه توقی دوزی، بری دیواری دوزی، جامه دوزی، همه هنرهایی که در همین رسم رسوم تاجیکان است در خانه هم کرده می شود. با مقصد جلب نمودن زنان با هنرهای ملی با پیشنهاد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شمس‌الدین شاهین در مرکز ناحیه مرکز فروش مالهای هنرهای مردمی گشوده شده است. در این مرکز همه زنان هنرمند ناحیه امکان دارند که محصول دستان خود را آورده و فروش گذارند. از روی گفت فروشنده ها ساکنان و مهمانان خارجی به مالهای هنرهای مردمی توجهی کلان دارند. محبی ایسایی و بعد انجام فستیوال آزمون تلویزیونی جمهوری ادبیات خلق بوستان 2017 مقصد دارند که سوزنی های دخترشان را به مرکز هنرهای مردمی سپاریده پیشکش خریداران نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه شمس‌الدین شاهین برای برنامه اطلاعاتی نوید.